یکی از دوستان در مورد قضیه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، سناریویی که به اصطلاح شیعیان درست کردن برای حضرت علی، خود این قضیه یک نوع توهین است به حضرت علی. سناریویی که یکی از دوستان میگه که یعنی شیعه میخواد اینو بگه که علی پشت پرده با عمر دوست بود. در نهج البلاغه هم خطبه 134 146 خطبه 228 خطبه 116 121 خواستن خطبه 134 و 146 نشان دهنده دوستی شدید بین علی و عمر هست. میگن این سناریویی که اینا دارن از این قضیه آتش زدن و خونه رو سوزاندن و فلان دارن درست میکنن اینه که حضرت علی با عمر دوست بود. قبل در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست با دختر ابو جهل ازدواج بکنه، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالفت کردن. بنابر مخالفت فاطمه، به خاطر همین علی نسبت به فاطمه کینه تو دلش داشت علیاذ بالله. این سناریویی است که شیعه دارن آماده میکنن. آخرش اینه. چرا شیعیان دارن مسیحی میشن، دارن بیدین میشن، دارن زردشتی میشن، دارن از اسلام بیزار میشن؟ به خاطر این خزعبلاتی که در دین اینا درست کردن. منتظر موند تا که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت. بعد با عمر پشت پرده اتفاق کردن که تو بیا حمله بکن، منم دفاع نمی‌کنم، فاطمه رو بکش که من زودتر ازدواج بکنم. و عمر هم اومد و فاطمه رو کشت. بعد از چند روز وفات کرد و علی هم چیکار کرد؟ دختر فاطمه رو، ام کلثوم رو، به جایزه داد به عمر. بعد از 6 هفته از وفات فاطمه نگذشته بود، رفت یک زن دیگه گرفت و بچه‌ای هم که از اون زن به دنیا آمد اسمشو گذاشت ابوبکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، که ابوبکر و عمر در کربلا به شهادت رسیدن. بنا به روایتی عمر با حسین ابن علی امام زین العابدین زنده به مدینه برگشت و روایت دیگر میگه که در کربلا به شهادت رسید. یعنی اینها میخوان در حقیقت بگن که حضرت علی به دنبال فرصتی بود که فاطمه از دنیا بره تا بره زن دیگه بگیره. اینطوری یک سناریو درست کردن. وقتی یک شیعه آخر میاد این روایت ها رو تحقیق میکنه، بررسی میکنه، از دین بیزار میشه. چه وضعیتی بوده در بین اینها؟ یکی در پی توطئه بر علیه کسی دیگه، یکی علیه همسرش توطئه میکنه، یکی علیه همسر پیامبر توطئه میکنه. اینطوری اسلامو دارن اینا بدنام میکنن.